سلام، من ندا هستم، مدرس آبرنگم. حدوداً 15 ساله که دارم آبرنگ کار میکنم. میخوام در مورد قلموها باهاتون صحبت بکنم. اینکه قلموهای آبرنگ چه فرقی دارن با بقیه قلموها، چند مدل قلمو داریم و اینکه هر کدوم چه ویژگی‌های خاصی دارن. خب بریم سراغ توضیحی در مورد قلموها. این قلموهایی که میبینید همشون قلموهای آبرنگ هستن. فرق عمده‌ای که قلموی آبرنگ با قلموهای دیگه مثل قلموی رنگ روغن یا اکریلیک داره چی هست؟ اینه که این قلموها موهاشون خیلی نرمتره. ببینید خیلی نرمتره، یه میزان خوبی آب و رنگ رو میتونه تو خودش نگه داره که اونو بتونیم بذاریم روی کاغذ. ولی قلموهای رنگ روغن یا اکریلیک عمدتاً زبرترن که بشه باهاش حالتی که رنگ رو گذاشت و بافت ایجاد کرد یا حالا فرمی که میخوایم رو توی کارمون در بیاریم. قلموهای آبرنگ دو مدل هستن از نظر جنس مویی که دارن. یه سری قلموها مثل این 3 تا قلمویی که من دارم موی طبیعی هستن. خب قیمتشون هم یه خورده زیاده. تفاوت ویژه‌ای که این قلموهای موی طبیعی دارن که یه مقدار خیلی زیادی آب رو میتونه تو خودش نگه داره و این به ما کمک میکنه که بتونیم کارمون رو بهتر در بیاریم تو اون فاصله زمانی که میخوایم. موی طبیعی میتونه موی سنجاب باشه، میتونه موی اسب باشه و چیزای دیگه. این از این. حالا اگر که تازه کار هستین نیاز نیست حالا خیلی هزینه بکنید که قلموی حتما موی طبیعی استفاده بکنید. قلموهای موهای مصنوعی هم هستش که مثل اینایی که داریم میبینین. اینا هم کاملا میشه خوب باهاشون کار کرد. این از این. خب بریم سراغ مطلب بعدی. اسم قلموها رو بسته به این نوعی که داره موش بهتر که بشناسیم و کاربرد هر کدومش رو بدونیم. این قلمویی که میبینید قلموی شمشیری هستش که من بیشتر برای کشیدن گلها ازش استفاده میکنم. ویژگی که داره هم یه سر گردی داره، هم یه حالت نوک‌تیزی اینجاش داره که میشه هم از این گرد بودنش استفاده کرد و هم از این نوک تیزی که داره استفاده کرد. در واقع دست من بازه، هم میتونم منحنی‌های نرم باش ایجاد کنم، هم نقطه‌های ظریف ایجاد بکنم. یه نمونه کار ازش ببینید. برای اینکه قاطی نشه با هم ما اینو بیایم تفکیک کنیم. شمشیری. خب میخوام بهتون نشون بدم که با این قلموی شمشیری میشه چه کارهایی رو انجام داد. قلممو میزنم توی آب و میزنم توی پالت رنگم. ببینید میزان آب و رنگی که من توی قلمم نگه میداره بستگی به میزانی که خودم میخوام. میتونم آب قلممو کم بکنم، میتونم رنگشو بیشتر کنم. حالا این مطالب رو توی ویدیوهای بعدی بهتون بیشتر نشون خواهم داد. بریم سراغ این. ببینید خیلی راحت و نرم میشه باهاش کار کرد. این از سطح کاملش، یا اینکه میتونم از نوک تیزش استفاده کنم، حتی حالا با ضخامت‌های مختلف با توجه به ظرافتی که سایزی که داره به من میده. یه کار دیگه ای که میشه باهاش کرد، میتونم به خیلی راحت با کشیدن کاملش یه دونه گلبرگ در بیارم. میبینی؟ میتونم نوکش رو رنگ بذارم و یه کمی پر آب باشه قلمم و به این شکل یه قسمت از گلبرگم رنگ داشته باشه، یه قسمتش
بیاد رنگ محو بشه. ببینید بازم انجام میدم. یه خود رنگش زیاد شد. به این صورت شد. این پس قلموی شمشیری.